خدایا ذهنم ضعیف شده، چیزی یادم نمیماند. هرچی میخوانم فراموش میکنم. چی کار کنم؟ دیگران چقدر زود یاد میگیرد، من هر چقدر میخوانم هیچ یاد نمیگیرم. خدایا آیا راهی برای قوی شدن ذهنم است؟ ای کاش کسی میبود برای من میگفت چگونه حافظه‌ام را تقویت کنم. الله متعال با پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داد این دعا را بخواند: اللهم ربی زدنی علما. و همچنان حضرت موسی علیه السلام وقتی برش مأموریت بزرگ داده شد این دعا را خواند: اللهم ربی اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. پس این ویدیو را با دوستایتان که ذهنشان ضعیف است بفرستید. جزاک الله خیر.